دوستا این داستانی ماشین لباسشویی جادویی است که هر روز برای بچه یک دختر جدید میته و این بچه در حق دخترها چی میکنه ما میره در این فیلم میبینیم. دوستا در شروع فیلم ما تابش فقیری را میبینیم که در شهر گینزای ژاپن زندگی میکرد. تابش فقیری ما فعلا 40 ساله شده بود، اما تا هنوز یه دباغ کدام دختر مزدوری نکرده بود و همین چند روز میشد که از کار هم سگواری کشیده بودش که به همین خاطر از پیش کده فقیرتر شده بود و یکی از روزا او طرف لباسشویی روان بود و لباسایش در ماشین انداخته میشینه و در دلکش میگه کاش که یک بیر یخ می بود که شو نوشیده در کلی آتیزم پخ زده خو میکردم که یک دم در صدای بلند افتادن یک چیز را از بین ماشین لباسشویی میشنوه و رفته میبینه که بیر از داخل ماشین لباسشویی و حیران میبونه که این از کجا پیدا شد و در دلش میگه شاید در غلطی کدام نفری را اینجا مانده باشه، از یادش رفته باشه که یک دم یک بابگه که پیرکی میآید که در ماشین لباسشویی صفاکار بود و برش میگه هر کسی که پیش از این ماشین آرزوی یک چیزی را کنه برش اون چیز را این ماشین لباسشویی میته و تابش فقیری ما در دلش میگه ای بابا پیرکی هم بیخیل اودکون دیوانه جور شده، اما او بابا پیرکی پیشش میاد و در قار برش میگه کشات مال اودکون نیستم آقای نفکشال دیوانه کون است و میگه مرا سر بویت قسم است که راست میگه می ماشین جادویی است و بابا پیرکی از پیش تابش میره که تابش در چوکی شیشته بیر را نوشیجان میکنه و منتظر خوش کردن لباساش میباشه که یک میده مالک داخل لباسشویی میاد و داخل ماشین لباسای خود میندازه و همین که تابش فقیری ما و دختر را میبینه توتولک فقیریش از خواب بیدار میشه، اما تابش فقیری ما اینقدر جرأت نداشت که همراه دخترک گپ بزنه، اما کمی شور خورده به دخترک جای شیشتن را میته و این دخترک تابش فقیری ما را عاشقش است و کوشش میکنه که چه رقم شو همراه تابش فقیری یک بار گپ بزنه و تابش لودکون مازی گپ خبر نداشت که دختر عاشقش است و تابش بیرش خورده در کچردانی میندازه، اما نشانش غلط میشه چون میفهمین زنپقی است و از جاش خسته تا قوطی را ببره در جای صحیحش بندازه که یک دم دخترک دلش پر شده گریان میکنه و دل تابش سر دخترک میسوزه و ازش پرسان میکنه آخر گپ چی است که گریان داری تو دختر؟ در جوابش میگه من بیکار هستم، در یک 40 دانه کمپانی خود رفتم اما مرا در کار کسی نمیگیره و تابشه که ما برش دراسایی داده میگه من خودم هم یک نفری بیکار هستم و در قصهش اصلا نیستم چون در وقت زمانش هر چیز خوب میشه و به دخترک میگه تو هم تجربه کاری داری، یک روز نه یک روز شاید تو هم سر کار شوی و در قصه از این بیکاریت نشو و بعد از دراسایی دادن تابش دخترک بسیار زیاد احساس خوب میکنه و از تابش تشکری میکنه و لباسای تابش خوش شده بود. تابش لباسای خود گرفته روان میشه که دختر یک دم از جاش استاد میشه میگه نام من مریم میتی است و تابش هم میگه نام من تابش فقیری است و رفتن میگیره طرف خانه و شوش تابش فقیری ما دستک شده تو طولک فقیریش میبرد که زنگ مادرش میاد و برش گفتن میگیره پدرت بسیار زیاد مریض است و فعلا هم در هسپتال آوردیم و $3000 کار است، اما تابش ما بیخی بیکاره و بی پیسه بود و بازم در مادرش قول میته میگه درست است ما تا فردا یک رقم کده $3000 پرتان پیدا کده میارم و فرداش باز دامولی لباسشویی میره و خو میفهمید که او بابا لودکون که شعر میخونه باش میگه امتحان خو شرط است، میگه یک امتحان کنه و پیش ماشین لباسشویی استاد میشه و از ماشین آرزوی پیسه را میکنه و چند دقیقه استاد میشه چیزی را که نمیبینه در دلش میگه پیرکی آرامی خو مرا خر جور کرد و رفتن میگیره که یک دم از ماشین صدا میآید و داخل ماشین پیسه غلطیدن میگیره و تا بشه که موضوعی که در پیسه را گرفته حیران میبونه و باورش نمیشه، اما پیسه را گرفته روان میشه که پیش پاش همون قوطی بیر میآید که یک دم غیب میشه و همون پیرکی را میبینیم برای تابش ما میگه هر چیزی که از پیش ماشین تو بخوای او چیز تا یک روز وجود می داشته باشه و هر چیزی که از ماشین میخوای بسیار فکرت گرفته بخوای و از بابگک تشکری میکنه از اوجا میره بیرون و در بیرون مریم میتی را میبینه و مریم میتی میگه امروز مرا یکی از کمپانی‌ها زنگ زده به خاطر کار دادن و تابش برش تبریکی میته و دمی بین زنگ مادر تابش میآید و از گپایشان مریم میفهمه که پدر تابش مریض است و بعد از چند دقیقه گپ زدن تابش همراه مریم خداحافظی میکنه چون پیش از غیب شدن پیسه تابش و پیسه را میخواست به خاطر پدرش ببره و شو دوباره پیش همون ماشین لباسشویی میآید و یک لباس شیک میخواهد تا او را پوشیده به خاطر مصاحبه دادن کار بروه و فرداش او لباس را پوشیده تا تمام کمپانی‌های شهر رفته مصاحبه میته و شو مانده زله شده خانه میآید و میبینه که از طرف تمام همون کمپانی‌ها خط آمده بود که در او خطا نوشته بود که تابش در کار نمیگیره هیچ کمپانی و ما ببینیم که او لباس شیک هم غیب شدن میگیره، اما تابش فقیری ما در قصه چیزا هیچ نمیشه چون تابش فقیری فکر میکنه تو یک ماشین جادویی را پیدا کردیم هر وقتی که هر چیزی بخوایم برای ما میته و باز صبحش پیش همون ماشین میره و این طرف و طرف میبینه که او را خو کسی ندیده رایست و در ماشین میگه من از وقتی پیدا شده مجرد هستم که در بسته زندگی خود در زنپق زده خطای دست خود از بین بردیم و اگر امکان داره برمی تو یک میده مالک بده من همین زنپق زدن بس کنم و یک چند دقیقه بعد ماشین دروازه واز میشه و همین تو یک میده مالک تایید بیرون میبره که تابش فقیری ما او را دیده تو طولک فقیریش هم میخیزه و به میده مالک میگه حالا دیگه بر ما آسمان صندوقی بگی و دختر تابش را همراه سیلی زده میگه بچه ارامی در کدام کوچه دیگه کنه و از پیش تابش میره
و بعد از اینقدر بی‌احترامیش باز هم پیش ماشین میره، چون فعلا او بیخی در گرفتگی بود و از پیش ماشینی بار در طریقه سمسه یک دخترک ساده دیگر میخواه و این دختر تیار بود که برش آسمان صندوقی بگیره و این تا به شک شنیده دیوانه میشه و از ماشین یک چند پیسه دیگه هم خواسته او را به خاطر خریداری میبره و هر چیزی که دختر میخواست خریده بود برش و از پیش دختر پرسان میکنه آیا تو در مزدوری میده کردن تخت تیار هستی و دخترم میگه ها من تیار هستم و بعد از این تابش او را خانه میبره و همراه دختر که گپ زدن میگیره آهسته آهسته خود نزدیک دختر کردن میگیره و کوشش میکنه دست دختر را بگیره که دختر یک دم دسته که تابش میگیره. وقتی دست تابش دیده برش میگه که عمر تو خیلی کم است و این گپ تابش شنیده زار ترق میشه که در قصهش نمیشه و در کار اصلی شروع کردن میگرفت که وقتی دختر پوره شدن میگیره و دخترک غیب میشه، فقط زنجیر طلاش و لباس دخترک در اونجا میبونه. بازم تابش ماهی جگرخون نمیشه چون فعلا هیچ کمبوتی از دختر نداشت. هر وقتی که میخواست چند دانه که میخواست دختر پیدا میکرد از ماشین و بعد از این تابش ارامی هر روز یک دختر نو از ماشین میخواست و یک شاه میله نمیداد. هر کدامشان خوب صحیح مزدوری میکرد همراهشان و یک روز تابش همراه یک دختر نو چکر آمده بودن که در اونجا مریم میتی اینا را میبینه که تابش همراه دختر زیاد خوش است و اینا را دیده بخیلش میآیه و پشت اینا را میگیره و مریم میتی ای را میبینه که تابش به این دختر اینقدر تحفه قیمتی داده را است که حیران میمونه که ارامی فقیر بود و اینقدر پیسه را از کجا کرد. و بعد از تابش پیش همون ماشین میره و مریم هم از پشتش میآیه و از پیشش پرسان میکنه تو ارامی چه تو یک دم قدر پیسه دار شدی و تابش میگه مرا لاترین برآمده بود. باز مریم برش میگه تو همراه دختری که چکر زده راستی و فقط از خاطر پیسه که تصوب عقل و تو را تباه میکنه خاطر یک روز. اما تابش در قصه گپای مریم نمیشه چون مریم از گپای اصلی خبر نداره و تابش رفتن میگیره و چند دقیقه بعد او دختر را گرفته میبره بالای چت و بسیار یک انگشتر قیمتی را در دستش میکنه و برش میگه من تو را زیاد دوست دارم و چند دقیقه بعد دختر غیب میشه، فقط انگشترش میبونه و تابش انگشتر را گرفته باز پیش همون ماشین میره. در دلش میگه من تا هنوز خود دخترکای ساده از ماشین میخواستم، بیا این بار یک دخترک در گرفتگی بخوایم و از ماشین میخواه و یک دخترک از ماشین بیرون میشه که حتی مرا در داتی دختر و این تا داخل امیلی باشویی در مزدوری کردن شروع میکنن و مریم میتی هم از اونجا تیر میشد که اینا را میبینن که تابش در انگشت دختر همه تو انگشترهای قیمتی را تیر داره که از دخترهای قبلی بود و یک دم زنگ مادرش میاد و دختر تابش ایله نمیکرد. تابش از لباسشویی بیرون میره که مریم هم موقع را دیده پیش دخترک میره و از دخترک پرسان میکنه تو و دخترای دیگه کی هستین و در حق تابش ما چی کردین که یک قدر بچه بد جور شده. دختر در جوابش خوب صحیح خنده کده میگه که به تو میتی غرض نیست، برو از اینجا. و ایگه پشیده اعصاب مریم خراب میشه و از دست دخترک انگشتر را گرفتن میگیره و در این طرف تابش همراه مادرش گپ زده رایسته بود که مادرش میگه عملیات پدرت میشه او بچه تو هم شفاخانه بیا خوب است. اما تابش دیگه بسیار بد و تبدیل شده بود که هیچ همراه پدر مادرش وقت تیر نمیکرد که هر روز همراه دخترها در مزدوری کردن مصروف بود که از پیسه که مادر پدر تابش در بچه خود نیاز داشت. اما ویلا دیگه یرامی معتاد دختر و پیسه شده بود و در فکرش دیگه چیزی نمی آمد و بعد از بند کردن زنگ مادرش همون پیرکی میآید برش گفتن میگیره من از باره ماشین یک چیز مهم یادم رفت برات بگم. هر وقتی که از ماشین جادو یک انسان بیرون میشه او انسان هم در بین یک روز غیب میشه. اما تابش از اولی گپ میفهمید و مریم فعلا هم همراه دختر جنگ داره که آخر اعصاب دختر خراب میشه و دختر بیرون رفتن میگیره و تابش وقتی که داخل لباسشویی میآید و میبینه مریم در کنجکی ششته گریان داره و یک گپ میزنه. مریم میگه که ای کاش تابش مثل سابق واری بچه خوب شوه و پیشم بیایه و فعلا ایگه پا مریم پیش همین ماشین جادویی گفته بود که تابش هم داخل همین ماشین میفته. وقتی که بیرون میآیه میبینه در جانش همون لباس اولیش است که همراه مریم برای اولین بار گپ زدن شروع کرده بود و تابش در اینجا میفهمه که ماشین جادویی خواست مریم پوره کرده و حیران مانده و او فعلا از ماشین جادویی پیدا شده. او هم فقط یک روز زنده میتونه مثل دیگه دختر آواری و در تلویزیون خبرها نشان داده است که میگه فقط در بین یک شو خیلی پیسه بسیار زیاد و از دکانهای طلا فروشی کدام طلا را دزدی کرده و این همون پیسه و طلا بود که تابش از ماشین خواسته بود و در اینجا تابش دیگه گوش رفته. اما مریم نمیفهمه که تابش چرا تو غمگین شده و در آخر فیلم تابش هم گم شدن میگیره. اگر از ویدیو خوشتان آمده باشه ویدیو را حتما لایک کنید. اگر در کانال جدید هستین کانال را سابسکرایب کنید، علامت زنگوله را هم اشاره کنید تا از ویدیو جدیدمان با خبر شوید.